آن ظالمانی که در پهلویشان استادید، تمایل کردید، تحسین گفتید، آنها جان خود را خلاص کرده نمیتوانند، کجا دست شما گیرند؟ بدین خاطر هیچ دوستی کمکگری یافته نمیتوانید. و ما لکم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. وعید سوم، سپس شما یاری کرده نمیشوید، تنها گذاشته میشوید، هیچ کسی به شما یاری نمیکند، هیچ کسی دست شما نمیگیرد. عقوبت این عمل خود را خواهد چشید. این آیه کریمه دوستانی عزیز میباید هر مؤمنی را که در قلبش ایمان دارد و نسبت قرآن احترام دارد، امر الهی را دستور خالقش میشمارد، این آیه میباید او را وادار سازد که به حال خود بنگرد، به حال قلب خود نظر کند، قلب خود را تفتیش کند که نسبت ظالمان چه مناسبت دارد. میباید در این آیه تدبر کند، تأمل نماید و از وعیدی که در این آیه آمده میباید خود را دور سازد.